سلام بینندگان عزیز، میخوایم بریم ببینیم که بیرجندیا تو طول برج چقدر واسه لباس خریدنشون هزینه میکنن. با ما همراه باشید. میخوام بدونم که شما تو طول برج چقدر واسه لباس خریدنتون هزینه میکنید. برای خودم که 2 تومن. نایس. خودتون فقط 2 تومن. تو کل برج 2 تومن فقط. طول برج برای خودم، برای لباسم 2 تومن. بده 6 هوا. بده 6. میخوایم ببینیم که شما تو طول برج چقدر واسه لباس خریدنت هزینه میکنی. 4 تومن. شما که از پارسال همین تنته. میخوایم ببینیم که شما تو طول برج چقدر واسه لباس خریدنتون هزینه میکنید. برای خودم برای مغازه شلوار پلنگی فقط واسه خودت چقدر میفروشی؟ برای خودم 2 میلیون 2 میلیون. چون مغازه مال خودمه. چرا خواسته باشم بخرم 24 تومن. اوکی دستش. میخوام ببینیم تو طول برج چقدر واسه لباس خریدنت هزینه میکنی. 4-5 تومن. What؟ 5 تومن. ترکمن لباس میخری؟ میخوایم ببینیم شما تو طول برج چقدر واسه لباس خریدنت هزینه میکنی. تو من اگه